بیگانه ستیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال مهاجران پس از حمله تروریستی به کراکوس از سبب‌های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخر سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2500 نفر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. همکارم طاهری سفر این تحقیق را خلاصه کرد و قبل از برنامه نخست از او درباره نکات تحقیق پرسیدم. آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی کاری نشان داده است که 29% مهاجران با سبب‌های عائلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبین فرزندان و یا والدین پیر، طرز از دپورتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و یا 25% از ترس سفر بر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کراکوس مجبور شدند کسب و کار خود را گذارند و به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجتگذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران تاجیک را به تنگ آورده است که به زادگاه یا وطن خودشان برگردند. زیاده از 10% مهاجران همین حجتگذاری را سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل‌های مهاجرت را می‌آموزد و نتیجه تحقیقات نویان آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبین یگان فردی عزیز و بیمار خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس سال 2024 که بیشتر از 140 نفر کشته بر جای گذاشت، روسیه سیاست مهاجرتی را سخت کرد و ده ها هزار شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه را دارند و کار و زندگی در آن را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سوال دیگر این بود که چرا با وجود همه گزارش‌ها درباره تحقیر و بدرفتاری با مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه از جمله تاجیکان، مردم و بخصوص جوانان تاجیک از سفر و کار در این کشور دست نمی‌کشیدند؟ سبب اصلی نادیده گرفتن بی‌حقوقی سختی‌های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزد بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران بیان 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه ها سال هاست که صدها هزار نفر از مردم کشور را مجبور می کند به روسیه روند و مزد بهتر به دست بیارند. خلاصه این نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل‌های اساسی ترک وطن عامل‌های اقتصادی است و از جمله جای کاری زیاد و سطح بلند درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار می گرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. طوری معلوم از هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر به مهاجرت کاری می روند و یگانه نانآور خانه هم هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تنقید زیاد می شنود که نمی تواند شرایط را برای صاحبکاری درست کند تا جایهای کاری مناسب آفریده شود. بیکاری زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها نمی خواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار میفرستند و همین گونه اقتصاد لرزان تاجیکستان را به پیش حرکت می دهند. تشکر از شما همکارم طاهری سفر درباره خلاصه آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت دایر شده است معلومات داد. تفصیلاتی بیشتر در این باره را در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید.